دزدی در اسلام چه حکم دارد؟ خواهش میکنم با حدیث ها پرتر فهمونید. شما سوره مائده را بینین و سارق و سارقه فقطعوا ایدیهما، یعنی سوره مائده آیت 38 را بینین برادرای عزیز. یعنی دزدی خیلی عمل زشته، خیلی عمل بده. از همین لحاظ هست که دزد در شریعت در سوره مائده آیت 38 یعنی حکمش بریدن دست شبی. اکو حکم خداوندی را بین که وقتی یک یا دو یا 10 دزد را دستش میبرند در نزد عامه مردم، یک جامعه کلان از خطر اینها در امان میمانند. برای همین جزای بسیار واضح معین شدگی است که یکمش آدم بگیم از همه عضوی که برای او بسیار مهم و درکار دست شد. برای همین برادرای عزیز این خیلی گناه وزنی هست که خداوند حکم مثال با بریدن دستی وی میکنه. و البته دزد در حدیث ها وقتی من خواندم لا یزنی زانی حین یزنی و هو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق و هو مؤمن، پیامبرمون میگه وقتی که آدمی که زنا میکند با وی گمان میکند که وی مؤمن است، یا آدمی که هرگاهی که دزدی میکنه او گمانش همینه که وی مؤمن است، یعنی میگه این گمان نکن. زمانی که تو دست به دزدی میزنی، دست به مال یک آدم بیگانه میزنی یا خودی میزنی، تو در او زمان مؤمن نیستی، تو در او زمان یعنی مسلمان نیستی. برای همین این هم بسیار یک خصلتی بده، بسیار یک خصلتی رذیله. بسیاری از زندگی ها برادرای عزیز امروز من میبینم بسیارش میگن که وقتی زن ما نمیاریم خانه، یعنی تهمت نه، اگر بعضی هاش تهمت هم کنن ممکنه، ولی بعضی هاش بگیم با فکتا و با حجت ها معین میکنن که خانه میاد مقصد دست به دزدی میزنن. حتی به سبب بعضی زندگی ویران شدناشون حساب دزدی ها شده، از همون خانه بعضی اشیاء خانه را میدزدن. برای همین خلاص دزدی بسیار یک عمل زشتی هست که حتی حکمش با آیت و با حدیث ما و شما درک کردیم. دیگر سوال، در محبس خیر کنی جایز است یا نه؟ گفتن که اگر در زندان ها خیر کنیم اجازت است، البته اجازت است. خیر برای مثال صدقه را ما گفتیم همین زکات نباشه، صدقه فطر نباشه، دیگر هر صدقه که داریم خواه مسلمانای خواه غیر مسلمانای بتینش پیش خداوند ثواب میگیریم. برای همین در محبس هم برادرای عزیز همون هم برادرای ما و شما خیلی بعضی خطا کردن، کمبود کردن، مثال همون جزاشون رو باید بگیرن، ولی انشاءالله خدا امیده که بسیارش میبرایم با ببین چقدر در اونا بیهودی ها هم هست. برای همین ماها در همون محبس ها هم که اگر برده خیر هم که کنیم انشاءالله ثواب